عاشقتونم واقعا. من که کلا عادت کردم هر جا که میرم میبینمتون، یعنی فرقی نداره، خرید، سر کوچه، رستوران، هر جایی. بله خب شماره طرفداراتون زیاده، هر جا میرید ما رو میبینید، ولی کون مردمی بودنه. اگر که اجازه هست من یه انتقاد بکنم به ما طرفدار، من روز خودم تو قنادی شما رو دیدم داشتید دامارکی میخریدید، من خودم کشم یه عکس با شما بگیرم، شما اصلا محلم به من ندادید رفتید. خانواده بکام این توهمی که شما دارید رو ندارن. این دیوید و ویکتوریا توهمی که بلاگرای ایرانی با 2 دابسمش و رقص با همسرشون پیدا کردن رو ندارن. کلافمون کردید، هر جا دست تو دست همسرم میخوایم بریم یه گوشه بر خودمون دنج بشینیم، طرفدارمون میتونن میاد. خورزو فعال شد. پوست چشما رو توست، چشما رو من، چشما رو من